بگو بسم الله جان. من اجازه کلا گیریم ما شروع کنیم سر. فراد آقا از ایران آمده. یعنی قجار کامل. با استاد بزرگ بسیار ایزه بچه بود. احترام زیاد قائل داشت. قائل بود. دوست داشتم و کساتای شما میاده پیشش هست. دیگه از مسافری آمده میشه پیشنهاد با ما کرد. تلقی تو قضا ما چی؟ که ما اگر شبم برای معرفی بسازی برای جان بسر جان به سرای استاد و در ما پیششان اخلاص داره. اول دعا کنید که استاد امیر محمد خداوند جنت در قدم دوم استاد امیر محمد تو یک طوفان بود کی حاجت از این است که یک نفر تعریف از او کنه در این مابین مجلس که استاد امیر محمد کی بود چه رقم یک آدم بود این خود از او بیادر این مشت نمونه خیلوار است شکر نمیشه شاگرداش اکثریت شاگرداش خوی دو نفر که بچه‌ش از ایجاد از جمله شاگرداش حساب نمیکنیم بسم الله جان شاگردش زبی جان استالف دیگه بیادرش همه چیزی که بیادر بسیاری مردم دیگه که دیرات از مزار شریف از قندار است استاد امیر محمد این شخصیت شریف از آرام شاگرد داشتم اینا رو بچه تو که به این مکتب که تو میخوایی که قایم کنی خو یکم کارم مشکل است اما آسان مشکلش دیگه که تو ایمت کو مثل یک مرد داره کمر دوسته که بچه‌ش دایی کار که ایمت نکنه آدم دایی کار کنه غیرت نکنه در کار دنیا که باشه آدم کمر خود کمر تو بسته نکنه مرد داره یکی نی کار بچه که تو یکی دوم دیگه بچه که میگه استادایت است به این آدم اخلاص خاص داشته باشه اینم تو یک اخلاص داشته باشه که مثل یک پدر واره مثل یک اولاد واره مثل یک بیادر واره تو بیا احترام داشته باش این پیسه نمیشه بله که تو مثلا زمین بچه‌ها بعد که ما یک $20,000 بعد که تو ماهانه برای جا فیس مقرر کنیم ما خود نظرم میست کلی بچه‌ها شتن جمله من هستم من خو میگم موسیقی ده پیسه یاد نمیشه گرفتن موسیقی ده اخلاص یاد گرفته میشه موسیقی ده احترام یاد گرفته میشه احترام استاد که نوش جان نتیجه پیشنهاد عزیز بچه استاد امیر محمد یا بچه جان کدام از جا هستن یا گوشنی پیسه نیستن یا گوشنی محبت هستن اینمی عزیز در یک جای استاد گرمی زور است سعی کنید که استاد چه قسم دلش دست میگیری یک جای گرمی زور یک دونه میرم داره چند میته 20 دیدی که سرش بکنه استاد این میگه که بخوریم دیگه بخی تبعت روشن میشه کدام ارزش نداره این آدم اونجا ودایتی که دل از دست گرفتی این نقشه کاری رقم بچین نقشه را پیدا کن خداوند نعمت بده دیگه از جان خداوند بیاد که خدا توان بدهش که بچه کاکای ما استاد امیر محمد بیاد کلان ما کاکای برادر کلان شام اخلاص خداوند دیده از زیان تا اینجا اومدیم ما فقیر بودیم اخلاص داشتیم به استاد با برادرها یک کنسرت بسیر جان اومدیدیم آهنگش کال ما گوش میکنیم گریان میکنم دم ایران از بس که دق آوردیم از بس که ما به اینا اخلاص داشتم از اول اون با استاد خوب در من دوست ولی ما ایت خاطر نمیگم کیا بچهای کاکای ما هستن یا بدایی که از خود ما هستن نه ولی خاطر خوش خود نمیشه یا خداوند رو توانایی بده بچه‌ش کو آدم خداوند در صورت بیاد را که یک چیزی بتونن کمک کنن تو خداوند توانایی بده که بیاد یک چیزی رو بیاموزی دیگه از ما گفتنی با خاطر بیاد بگیریم من اصلا بخیر دیگه باشه آدم نیستی بیاد گرد دادی این مراسم گرمانی و شکرمانی به مفهوم از این نیست این بسیار مفهوم از این که ما شما فکر کنیم بسیار کلان گپ است به خاطر که هر کس آدم دلپر گفته نمیتونه بخی بیاد تو پی چرا نمی شما کسایی هستین فرض مثال دینامی رو بغیر عمر تا تیر کرده زحمت کشیده اونم که پاس استاد فهمیده اونم که پاس فهمیدین که تا اینجا رسیدین بغیر امروز تو یک کسی فرض مثال چهره دست این مملکت ماستی تو یک افتخار هستی برای ما مثل عزیز ابیجان کل این بچهای ما بله این استاد مثلا یک در مشکل دام کو سبب میشن مسافرا سبب یعنی سه دیگه رو جام بتونم تو
الحمدلله رب العالمین و لا قوة الا بالله و صلاة و سلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین و آله و اصحابه و ذریته و ازواجه و اصحابه اجمعین. اما بعد دوستای بسیار از گرامی، اول از طرف فراد آقا کلتان خوش آمدی میگیم. خداوند شاهد حال ما شماست. خداوند ما شما رو ببینه. ما شخصا لایق قضیه نیستم که ما دست کس پان را بسته کنم. هر دوست ما که برای ما را خانه کلام گل سند ماندن، فقط کلش بر روحانیت پدر ما استاد امید محمد مانده. برادران کلتان شاهد باشین سر کلمه زبان ما شما لا اله الا الله محمد رسول الله میگیم. بیادر ما خودمون شخصا تابال با کس گر نماندیم، مگر این دوستای که دوست کردن همی کسایی که مثلا بر بابی ما در روحانیت از مانده، این از طرف بابی ما روی پدر ما بسته میشه. دیگه ما خود ما یک دو تا بیل قدیمی یا مثلا تا غزل یا مثلا یک ترتیب ساز موسیقی که ما یاد داریم کلش از خیرات بزرگای کوشی خرابات است. نه تنها از پدر من که ما از پدر خودم بگویم، نه در خرابات ما از استاد سران گرفته، از استاد شیدا گرفته، از استاد رحیم بخش گرفته، از استاد صابر گرفته، از استاد نتو گرفته، از استاد رحیم بخش گرفته، از تمام جوانایی که خداوند بیامرزشان گذشتگاه خرابات ما شاگرد کل از او هستیم. این تنها نیست که مثلا ما بگویم امروز استاد امیر محمد استاد کوچی خرابات بود. اینا مایک هم بدیم. همچنان از نوازنده‌های کوچی خرابات بود. برای مثلا بعضی شما وقت خداوند بیامرزشان وقت زمانشان پوره شده. دیگه دوستای بسیار از گرامی کنتون شاهد از یا باشین که ما فقط بر روی بزرگای خرابات، استادای خرابات، موسیقیدای نوازنده و خواننده کوچی خرابات، از هر کسی که موسیقی رو یاد داشتن، چی شوقیا بودن، اونا موسیقیدای داشتن، اونا استادای داشتن که ما هم با اونا احترام داریم. اونا استادای ما بودن، از هر چیز از اونا ما استفاده کردیم. تا به حال این استفاده ما شروع است. از هر چیز که استفاده کردیم والا قدر هستن پیش ما گذشتگاه خرابات، موسیقیدای کوچی خرابات، استادای کوچی خرابات. این فقط بر روحانیت از اونا بزرگوارا بسته میشه. نه به خاطر خود من ملایق قضیه نیستم که کلتان شاهد باشید. و این بادر آمد ان شاء الله که فراجان همین چیزی که در توان و قدرت و وصل ما هست ان شاء الله از تو دریغ نمیکنیم با توکل خدای کریم و رحیم. ان شاء الله تعالی به اجازه تمام دوستان، اجازه کلگی اجازه سه اجازه سه از خود بزرگ از کلگی سه اجازه باشه. بسم الله مبارک خدا طلب شدی خدا باشد. خداوند توفیق بکشم در این راهی که انتخاب کردن خدمت استاد خدا کرده بتون دستای پدر تمام موافقم. اینا شخصیت بزرگ است. لالا بسیاری اینا کسایی هستند که اینا دار هستند. تبریک باشه. تبریک باشه. بچه اگر نور آغاز بچه نور آغاز شاگرد فراجان هست.
اگر ارتباط بگیره در خاندان شما ما خودم ما خودم تا وقت تا قدرت توان چیز را خود نمی‌کنیم تا جایی که پیدا کردیم ارواح استاد قدر جمیل گذشته استادا خوشنود باشه خداوند مغفرتشان کنه. ما از خاندان این مردم از طفلیت از 8 سالگی 9 سالگی اما افسوس که او وقت ما نمی‌فهمیدیم استاد مایات بود. مگر حال که فکر میکنیم که استاد مایات است این کلان افتخار است برای ما خداوند نیستشان نکنه. هر کسی که توقع به یک دروازه میبره ما فقط سپاسگزار سرچوبی از خاندان هستیم به خاطر که اخلاص از این مردم پیش ما شخصا بسیار زیاد است بسیار زیاد است. خب در وقتش هر قدر که یا کم یا زیاد دادیم این پیشوشگان خودم هست که من چقدر کت از اینا یا کم یا زیاد یا چقدر دادیم. ما در این خانه رجبری شد بچه استاد این مردم ها شاهد حال است. ما از طرف پیشینکی اصلی دادیم استاد ما که حیات بودیم گناه گفتم خداوند رو مغفرت کنه. اینا یک روز نبی که اپیات شده بود بین بسیجانشان که گفته بودن الله بسم الله و الله گروه چرا بسر اولاد شما اقدار هستید سر ما مردم داد و رفا میدید چرا شما قرار سر ما مردم اقدار هستید بیاد بی اندازه و اگر کسی که یک گروه کسی را میگه تا که گروه ندارده باشم هیچ حق نداره که گروه بگیره. ما خازی خاندان در جایی که کم زیاد بیش خواندیم یا هر رقم کردیم افتخارش به این خاندان بوده. خداوند بسم الله جان توفیق بده گفت که اصلیت دادیم سه نامشا و بده اجازه کابرجان اجازه ببخشید قربان شما موقع گپ نمی‌کنم اینا که اخلاص احترام و پذیرایی نمی‌کنم خودم مثلا نیاد زنده باشید مگر بازم یا افتخارش هیچ نمی‌کنم که مبارک قبل از اون جان میگه با کنه با شما قربان چم بود یک مراد بده بسیار آقا یک دعای خیر خدا کلا گیر توفیق بده کلا گیر توفیق بده از ما برازای خدا از برادران زویجان اسلامیتی هم شاهد است در آقای قراباقی هم شاهد است بعض دوستایی که بودم خدا از شاهد است که ما پشت گرمانی و گپا ما نگشتیم ما فقط از ما برازای خدا برادری است فقط گردنتان بسته است که اگر از خانه ما از بیازرکای ما مثلا از بابه ما چیز استفاده میکنید مثلا یک کلمه یک غزل یک بیت فقط اونمون فقط بابه ما دعا کنید با ما همه چیز است آمین امروز به خاطر محافل گرمانی و شکرمانی فرهاد جان آشنا نزد پسران مرحوم استاد امیر محمد اینها یک اخلاص خاص کردن که یک برنامه را برای انداختن که ما پیش پسران استاد گوری و یک شکر بکنیم. ما در قدم اول از یک وی سفید موجه خواهش میکنیم که اونها آماده هستند که تا یک سوره متبرکه را در آغاز پروگرام پیشکش کنند. چرا اینها را نام گذاشتند که مراسم گرمانی و شکرمانی؟ این به خاطر که قبلا از استادا و از بزرگا از اونو کسا باقی ماندن که امروز الحمدلله هزار بار شکر کنم نام از اونها جاودان تا بینمی لحظه باقی ماندن و کسی که در مقابل یک کس اخلاص میکنه من به نزد کسی که یاد این برادر چرا اینی کار اقدام کردن این به خاطر که حتما خود از این یک شوق علاقه خاص داره یا در مقابل امون کسی را که کسی انتخاب میکنه
یا اون کس را که را قبول میکنه که نمی منیس استاد ما قبول کردم اونمو اخلاص کرد بر از او خداوند امون کسی که نزد کسی اخلاص میکنه و که او را به صفت استاد خود قبول میکنه خداوند او را عجلش زیادتر از دنیا و آخرت برش چی خواسته خود کسی که در مقابل از او فرض مثال او کسی هر چیزی که میکنه والاییست او برای احساس سادیت و شرافت خود میکنه به خاطر که استاد سر انسان تا مرحله اقدار می باشد که بسیار به حد و به اندازه و تا زمان انسان در عرصه موسیقی اونقدر به خبر می باشد که تا خدمت استاد را نمی کرده باشد و یا ایست که از استاد خبر نمی باشد یا از این مراسمی که برچی محفوظ یا و حال هم امروز برادر ما فرادجان آشنا اینا نزد پسر مرحوم استاد امیر محمد نزد پسرانشان اینا یک اخلاص خاص کردن که امروز این مراسم قربانی یا شفرمانی را اینا بران داشتن از خداوند متعال و یکتا و یگانه خداوند تعالی هر آرزوی هر مقصد مراد که در عرصه موسیقی فراجان آشنا دارد خداوند قدرت توان از این برای زیادتر کنند که در هر جایی که باشه این و در اینجا باشه یا در خارج باشه یا در داخل باشه این هدف از اخلاص گردد این اونمو اخلاص انسان عقیده که کردی بالاخره تا یک موقعیت میرسانی در آیا که باشه و روز استاد خانه ما اینا بزرگ هستند عزیز احمد امیری و وسیل جان امیری اینا کلشون یک نشانی یک ثبوت از خاندان استاد باقی ماندن خداوند اینا را در مقابل هنرشان فراه جان اونها همچنان یک امید آرزوی کردن اگر گفتیم که اینجا باشند یا اونجا باشند این فرق نمیکنه همین دل و دل آینه است همین قلب انسان که همین هر رقم که رادیش بود اونمون رقم درست است دیگر انشاءالله هیچ کدام مشکل نیست خداوند نیک مبارک کنه خداوند برات خوب کنه خداوند تو را اونقدر توفیق و توان قدرت زیادتر بده که تا هر کس بفهمه که کی در مقابل کی چی میکنه از توجهتون حالا در شروعات برنامه خود